واقعا نیازی نیست حتما یه چیزی از دست بره تا قدرش رو بدون. همیشه این در نظر بگیر که تمام چیزهایی که همین الان داری، نه فقط آدما، حتی تمام چیزی که همین الان هستی، میزان مویی که رو کلته، میزان دندونی که تو دهنته، از اینجا شروع کن تا آدمای زندگیت، دوستای خوبی که داری، حالا بهت محبت دارن، توجه دارن، فامیل خوبی که داری، پارتنر خوبی که داری، اینا همیشگی نیستن. همین الان فکر کن از دست رفته، همین الان فکر کن همه‌شون رفتن، همه رو از دست دادی. چجوری رفتار میکنی؟ رفتارت عوض میشه. آدم وقتی یه سری چیزا از دست میدن، یه ماشین زمان میخوان تا برگردن به وقتی که سرزنده بودن، بدن سالمی داشتن، یا اون شخص خاص که هنوز زنده بود، یا حالا تو اون رابطه بودن همسالش، یه روز 2 روز برگردن به اون لحظه. خب فکر کن الان به اون لحظه برگشتی، حتی پاهات باهاش را میری، همیشه این توانو ندارن که بدنت رو حمل کنه. ولی الان که سبک بال را میری، با لذت را برو. خیلی وقتا تو خیابون من آهسته انگار از درون دارم جشن میگیرم و واقعا با تمام وجود فقط راه میرم. شاید از بیرون یکم عجیب به نظر میاد، برای من دارم راه رفتنم و جشن میگیرم. یه تمرینی بود خیلی قشنگ بود، اینجوری بود که میگم فکر کن مردی، جسم نداری ولی هوشیاری داری. یعنی همه رو میبینی، عزیزاتو میبینی، دوستاتو میبینی، مردم تو خیابون میبینی، ولی نمیتونی چیزی با دستات بگیری، لمس کنی. کسی تو رو نمیبینه، کسی صداتو نمیشنوه، نمیتونی به دیوار دست بزنی، نمیتونی سنگینی تو رو زمین حس کنی. این همه نتونستن اینا در نظر بگیر و بعد فکر کن که بعد از تجربه تمام اینها یه روز برگشتی تو جسمت و اون روز اون شکلی زندگی کن با این دید. فوق‌العاده است. یعنی تو احساس میکنی همین که دیده میشی، همین که میتونی راه بری، همین که آدم ها صداتو بشنون، حرف بزنی، در آغوش بگیری، اصلا عشق بورزی، عشق بگیری، تمام اون روز میشه یه روز شگفت انگیز که گرمای خورشید رو پوستت حس میکنی. اینکه باد میشه اسپویل کردن، هر کسی یک دریافتی داره. اگه این تمرین رو انجام بده، اگه اونقدر انرژی داشته باشه که بخواد این تمرین رو انجام بده، اینا همه به آگاهی آدم ضربه میزنه. دیگه نمیذاره آگاهی روزمره باشه مثل بیشتر آدم. تو شکاف برمی داره، آگاهی روزمره شکاف برمی داره و از اون شکاف چیزهای جدیدی وارد میشه. میگم دنیا رو به شکلی میبینی که قبلا نمیدیدی، مسائل رو، موضوعات رو، خودت رو